ترکیش در قلب مسکو پایتخت روسیه. در این ترکیش این مرد گنرال ایگور کیریلوف کشته شد. او را اوکراین جنایتکاری جنگی می‌داند. مقامات روسیه انگشت اتهام را سوی اوکراین بلند کردند و این شهروند 29 ساله ازبکستان را با گمان انجام ترکیش بازداشت کردند. رسانه‌های روسیه از او احمد قربانوف نام بردند. در نوار فیسبوک خدمات امنیتی فدرالی روسیه او میگوید این کار را با دستور مقامات اوکراین انجام داده است. معلوم نیست ویدیو در چه شرایطی ثبت شده است. بارها دروغگویی مقامات روسیه آشکار شده است. از این رو به این فرضیه مقامات روس با شبهه نگاه می شود. مقامات روس میگویند او بمب خودساخت را در سکوتر جاسازی و در نزد خانه گنرال گذاشته بوده است. برای انجام این حمله به اجرا کننده ترکیش جایزه پولی در حجم $100,000 آمریکایی و زندگی در یک کشور اروپایی وعده شده بود. شخصیت افرادی که در این جنایت دست دارند آشکار کرده می شود. مقامات روس و رسانه‌های روس به ملیت بازداشت شده تاکید دارند. در گذشته چنین اشاره که تاجیکان در حمله کراکوس دست دارند، فشار بالای مهاجران تاجیک را افزایش داده بود. حالا معلوم نیست که با تاکید بر شهروندی بازداشت شده مقامات روس چی می‌خواهند. آنها وعده قصاص دادند. ما باور داریم که همه فرمایشگران و اجرا کنندگان قتل ایگور کیریلوف پیدا و جزا داده می شوند که هست و در کجای هم که نباشد. اوکراین رسما درباره قتل این فرمانده روس چیزی نگفته است، ولی یک منبع در خدمات امنیت این کشور بر رادیو آزادی گفت که ترکیش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را به استفاده از سلاح کیمیایی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد.